آسان شده مسلمان بودن. به یاد مصعب رضی الله عنه فرزند عمیر، وقتی مسلمان شد خانواده ثروتمندش همه امکانات را از او گرفتند، چنان که وقتی به شهادت رسید لباسش به اندازه‌ای نبود که بدنش را بپوشاند و پاهای او را با برگ پوشاندند. او قبل از اسلام چنان شیک می پوشید و عطر می زد که اگر از کوچه عبور می کرد بوی عطر خاصش را همگان می شناختند. یاد خباب رضی الله عنه که وقتی مسلمان شد بدنش را بر روی گدازه های آتش قرار می دادند تا گدازه ها را چربی کمرش خاموش می کرد. به یاد بلال رضی الله عنه که همه هنوز فریاد احد احدش را زیر تازیانه ها و سنگ سنگینی روی سینه‌اش در آفتاب داغ حجاز را می شنوند. یاد سمیه رضی الله عنها، آن زن پاک دامن که دست و پایش را بر چهارپایان بستند و در جهت خلاف حرکت دادند. صدای فریادش هنوز گوشی تاریخ را می خراشد که تحت چنان فشاری جان به خالقش می سپارد. چی آسان شده مسلمانی و من نمازم به لطف خواب شیرین قضا می شود. شاید قدر دین را نمیدانم، شاید قدر زیبایی اسلام را نمیدانم، لذت عبادت را درک نمی کنم، چون اسلام را در اولین روزهای تولدم به هیچ زحمتی به من هدیه دادند. شاید اگر نمی توانستم به آسانی قرآن را در اختیار داشته باشم و تلاوت کنم، در محافل ایمانی بنشینم و فرصت نماز در مسجد داشته باشم، این گونه نمازم قضا نمی شد. قرآنم را بر تاقچه نسیان نمی گذاشتم. چه آسان شده مسلمان.